سلام رفقا، به قسمت اول از آموزش سیر تا پیاز آشپزی خوش اومدید. توی این قسمت من میخوام بهتون 0 تا 100 برنج رو یاد بدم. برنج شمالی چیه، جنوبی چیه، کشت 1 چیه، کشت 2 چیه، چجوری خیس کنیم، چجوری نگهداری کنیم که جوجو نزنه، چه ظرفی براش مناسبه، چطوری کته کنیم، چطوری مجلسی. خلاصه که هر چیزی که در مورد برنج و شناختن برنج لازم باشه رو توی این قسمت میخوام بهتون یاد بدم. قبل از اینم که بریم سراغ آموزش، لطفی بکنید حتما کانال رو دنبال بکنید که ادامه این آموزش هایی که من قراره براتون بذارم از دستتون نره. منم به معنای واقعی کلمه قول میدم آموزش هایی براتون بذارم که در زندگی به دردتون بخوره. بریم سراغ انواع برنج ایرانی. برنج هندی و پاکستانی هم براتون یک ویدیو بعداً ضبط خواهم کرد، ولی خب از اونجایی که بیشترین استفاده ما توی برنج ایرانیه، من اینجا براتون برنج ایرانی آوردم. ببینید دوستان، ما کلا دو مدل برنج ایرانی داریم: برنج شمال، برنج جنوب. برنج شمال خودش دو مدله: برنج کشت 1 و کشت 2. فرق کشت 1 و 2 چیه؟ خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، کشت 1 برنجیه که تقریبا توی اردیبهشت ماه کاشت میشه و توی مرداد ماه برداشت میشه. کشت 2 چیه؟ بعضی جاها، بعضی زمین‌ها و مناطقی که بارندگی خوبی دارن، محصول خوبی دارن، اونجا وقتی که دارن شالیا رو برداشت میکنن از ریشه نمیزنن، اینو نگه میدارن، از سرش میزنن، از وسطاش میزنن و جدا میکنن و اجازه میدن دوباره این رشد بکنه. اینو بهش میگن کشت 2. حالا فرق این دوتا چیه؟ فرقشون اینه: اگر از 100 بخوایم نمره بدیم، کشت 1 نمره 70-80 میتونیم بدیم، به کشت 2 میتونیم نمره 90-100 بدیم. عطر و طعم برنج کشت 2 بهتره، نسبتا دونتر در میاد، کشیده تر در میاد. همه این مشخصات رو برنج کشت 1 هم داره، یه مقداری کمتر. به طبع هزینه کمتری هم شما میدید. برنج کشت 1 از کشت 2 ارزون تره. پس چی شد؟ اگر میخواید برنج شمالی استفاده بکنید، برای مصارف روزمره‌تون اقتصادی تره که کشت 1 بگیرید. برای مهمون و خیلی مجالس لاکچری و اینا کشت 2 بگیرید. اما اینجا برنج جنوب چیه؟ برنج جنوبی برنجیه که توی شیراز و خوزستان و اون سمتای جنوب کشور به صورت دیم کاشت میشه و آبی که به این میرسه از بارندگی تأمین میشه. فرقش با برنج شمال چیه؟ دونه های کوچیکتر و توپلتری داره، طبعش گرمه، در صورتی که برنج شمالی طبعش سرده و به شدت خوشمزه و خوشخوراکه. من شخصا چندین ساله توی خونه برای خودم و مهمونای نزدیک خودم که تعارف باهاشون ندارم برنج جنوبی میپزم. به شدت خوشخوراکتر و خوشمزه تره. برای مهمونهایی که یه خود رو در رویسی دارم باهاشون برنج شمالی میپزم. اینم که برای هر نفر چقدر باید برنج استفاده بکنیم و در ادامه ویدیو بهتون میگم، خیالتون راحت. شما هم بهم تو کامنت ها بگید ببینم اصلا برنج جنوب تا حالا اسمش به گوشتون خورده، استفاده کردید نکردید، تجربتون رو برام بنویسید حتما. آقا حالا میخوایم برنج درست بکنیم، برنج شمالی، چیزی که تو رستوران ها درست میکنن، 4 تا مرحله داره: 1 شستشو، 2 خیس کردن، 3 دون کردن و یا اصطلاحاً آبکشی کردن، 4 دم کردن. این برای برنج آبکشیه. اگر شما بخواید کته درست بکنید، اون مرحله دونگیری کردن و یا آبکش کردن و دم کردنش تبدیل میشه به یکی. شما شستشو رو انجام میدی، خیس میتونی بکنی، تازه میتونی هم نکنی، بعدش هم میپزیش، که خیلی وقتا فقط شما میشوری و میپزی، یه خیس کردن نداره، دم کردن هم نداره. کته خیلی خفنه. حالا من برای اینکه این ویدیو خیلی طولانی نشه، نحوه پخت برنج ها رو توی یه ویدیوی دیگه بعد از این ویدیو براتون آپلود میکنم و میذارم و تمام این چیزها رو اونجا قشنگ توضیح میدم بهتون. ولی به صورت تیتروار بخوام بهتون بگم، ما میخوایم اول برنج رو بشوریم. اولین کاری که میکنیم، ظرف میاریم، آب میریزیم 3 مرتبه، خیلی یواش دستمون رو تکون میدیم که برنجمون خورد نشه. آبو خالی میکنیم که اون نشاسته های برنج بره. هرچی برنجتون بیشتر نشاسته داشته باشه، احتمال اینکه توی پخت به هم بچسبه و شفته بشه بیشتره. پس این کارو ما میکنیم که در نهایت محصول خوبی داشته باشیم. 3 بار میای این کارو تکرار میکنی. دفعه آخر که برنجتو خالی کردی، 2 تا کار میتونی انجام بدی. رفیق، این رو از من بپذیر: نمک آبی که میخوای برنج رو باهاش خیس بذاری باید از شوری به تلخی بزنه، اینقدر باید شور باشه. حالا شما اینجا بعد از اینکه 3 بار شستی میتونی نمک اضافه بکنی، آب بریزی و بشوری. آشپزای قدیمی میومدن یک آب نمک بسیار غلیظ درست میکردن و آب نمک اضافه میکردن، جفتش میشه و رایجه توی رستوران ها. من حتی یادم یه جای کار
میکردم آب نمکمون و اون سرآشپزمون میومد توی دیگ میجوشوند که بیشتر بتونی نمک حل بکنی توی اون آب و اون آب جوشیده سرد شده و غلیظ آب نمک رو از اون آب میومد میزد به برنجمون و برنج اونجوری خیس میکرد. در این حد نمکش باید زیاد باشه. هیچ نگرانم نباشید، برنجتون شور نمیشه. نمک باعث میشه برنجتون نشکنه، خورد نشه در حین پختن. وقتی که خیس کردیم حد اقلش باید 4 ساعت خیس بکنید. حد اقلش برنج ایرانی رو باید 4 ساعت خیس بکنید و تا 48 ساعت هم میتونید خیس بکنید. ما آشپزا معمولا توی رستوران اینطوری هستیم که شب خیس میکنیم برای فردا. یعنی حد اقلش چیزی هول و هوش 8 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت توی آب نمک میمونه. خیالتون هم راحت، اگر توی آب نمک بمونه هیچ چیز نمیشه، میمونه برنجتون. اوکیه. پس فردا هم میتونید از اون برنج درست بکنید. این شد مرحله دوم، خیس کردن. مرحله سوم بهتون میخوام بگم که چه ظرفی انتخاب بکنید. دوستان برای برنج یک قابلمه بزرگ همیشه بذارید روی گاز و به میزان برنجی که میخواید بپزید این تو و خیسش کردید 5 برابرش باید آب بزنید. یعنی اگر من میام 1 لیوان برنج میخوام بپزم 5 تا لیوان آب میریزم. برنج باید جا داشته باشه که قل بخوره، قشنگ بازی بکنه توی قابلمه. این خیلی مهمه، چون وقتی که شما برنج رو اضافه میکنید یه مقداری افزایش حجم داره و اگر حجم برنجتون اینجا زیاد باشه اینا دیگه جا نداره بازی بکنه، به هم میچسبه، لا آب پس میده، به هم دیگه میچسبه، برنجتون شفته میشه. پس به ازای هر 1 پیمانه برنج یا هر چقدر برنجی که دارید استفاده میکنید 5 برابر باید آب بزنید. بعد از اینم که دونگیری کردید ما 2-3 روش دم کردن داریم که دارم میگم بهتون. همه اینا رو توی ویدیوی بعدی بهتون نشون میدم و آموزش میدم، خیالتون راحت. به خاطر همینه میگم کانال رو دنبال بکنید که این سلسله آموزش هایی که من میخوام بدم از پایه قشنگ یاد بگیرید، تجربه یه آشپزو کنار خودتون داشته باشید و خیلی راحت آبروداری بکنید و دلبری بکنید توی مهمونیاتون. برای برنج جنوبی هم همین اتفاق میفته. شما خیسش میکنید و ادامه میدید تا تموم میشه میره، یعنی فرقی نمیکنه. فرآیند خیس کردن و اینا یکیه. توی کشت 1 کشت 2 برنج جنوبی فرقی نمیکنه، یکیه. فقط توی هندی و پاکستانی فرق میکنه که اینم بهتون گفتم توی یه ویدیوی دیگه بعداً مفصل در موردش توضیح میدم. یه سوال خیلی رایجی که من میشنوم اینه که آقا من مثلا 10 تا مهمون دارم نمیدونم چقدر باید برنج براشون درست بکنم. دوستان ازای هر 1 نفر 130 الی 140 گرم برنج کافیه. از این پیمونه ها معمولا توی همه خونه ها هستش. این پیمونه ها 150 گرم برنج میگیره. یه مقدار از سر این پیمونه کمتر میشه برای 1 نفر. اگرم ترازو دارید که ترازو بذارید بکشید. هر 1 کیلوش میشه برای 7 نفر یا 8 نفر. بستگی به برنج کشت 1 و 2 تون داره. اگه کشت 2 باشه برای 8 نفر هم کافیه. بیشتر کیل میکنه. اگر برنجتون کشت 1 باشه معمولا تا 7 نفر 6 و نیم 7 نفر رو ساپورت میکنه. یه وسیله دیگه یه اندازه‌گیری این لیوانای فرانسویه که توی همه خونه ها هست. الان این مقداری که میبینید این 140 گرمه، یعنی 1 لیوان فرانسوی. یه بند انگشت سرش خالی باشه. پس دیگه اگر 1000 تا مهمونم داشته باشی میدونی که چقدر باید برنج براشون درست بکنی. حالا میرسیم سراغ این که توی چه ظرفی دم بذاریم برنجمون. دوستان این تفلونا ضرر داره، منم میدونم، شما هم میدونی، ولی خیلی جاها استفاده میشه، خیلیامون استفاده میکنیم. اگر میتونید استفاده نکنید، از نظر سلامتی بهتره. ولی اگر تهدیگ میخواید به احتمال 70-80% مجبورید که از اینا استفاده بکنید. هرچند که توی قابلمه‌های استیل روحی هم میشه تهدیگ در آورد، اصلا اجباری برای استفاده از این قابلمه ها ما نداریم. ولی من خودم توی تفلون دم میکنم، راحت ترم باهاش. حقیقتا دمی بذاریم یا نذاریم همش رو توی ویدیوی بعدی بهتون آموزش میدم. ولی اگر شما این درب قابلمه‌تون از این سوپاپ هایی که بخار ازش خارج میشه داره، خیلی نیازی نیست دمی براش بذارید. ولی اگر نداره، شما در قابلمه رو بذارید بخار جمع میشه، دوباره به اون در قابلمه میخوره و دوباره چکه میکنه توی برنجتون رو خراب میکنه. پس بیاید از این دمی ها استفاده بکنید. تو همه خونه ها هستش. اگر هم دمی نداشتید یه دونه پارچه این شکلی بیاید برای در قابلمه‌تون درست بکنید و بذارید و استفاده بکنید. یه دونه حوله، هر چیزی، انقدری که بخار که میاد بالا این پارچه بخوره و این پارچه جذب بکنه به خودش، دوباره برنگرده توی قابلمه برنجو خراب بکنه. اینم از بحث دمی. ما یه روش دیگه داریم بخار دم کردنه که بازم میگم توی بعدی بهتون آموزش میدم. سوال بعدی، چه جوری برنجمون رو نگهداری بکنیم؟ نمیدونم شما چی بهش میگید، این حشره هایی که توی برنج میاد. ما بهش میگیم
جوجو. حالا نمیدونم شما چی میگید. برای اینکه برنجتون جوجو نزنه 3 تا روش بهتون میگم. 1. دونه فلفل سیاه قاطی برنجتون بکنید، دیگه جوجو نمیزنه. 2. برگ بو قاطی بکنید، دیگه جوجو نمیزنه. 3. میخک استفاده بکنید، اما میخکی که گل میخک رو داره، اون توپی بالا سر میخک رو داره، اونه که باعث میشه جوجو نزنه. یعنی چوبش خیلی استفاده خاصی نداره. اگرم شما روش دیگه میشناسید و راحت ترید باهاش، برام توی کامنت ها بنویسید که منم استفاده بکنم و شایدم در آینده در موردش یه دونه ویدیوی تخصصی درست بکنیم. خب رفقا خیلی مخلصیم، امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگر مفید بود براتون، برام توی کامنت ها یک محبتی بذارید که این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. اگر انتقادی داره ممنون میشم توی کامنت ها برام بنویسید که ما بتونیم این ویدیوها رو بهتر و بهتر بکنیم، کیفیتش رو. آموزش های بعدی رو از دست ندید. و اینم بهتون بگم تمام این آموزش ها در پلیلیست سیر تا پیاز آشپزی سیو میشه و میتونید از اونجا بهش دسترسی داشته باشید. اینم اولین قسمتی بود که ما داشتیم ضبط میکردیم. سعی میکنم هفته‌ای 2-3 تا قسمت حداقل براتون آپلود بکنم و این پایه آشپزی رو یاد بگیریم، بهتر کنیم، بریم ویدیوهای خفن‌تر درست بکنیم. ارادتمند شما، خیلی مخلصم. خدا نگهدار.